صبح بخیر دوستان، امیدوارم خوب هستین و با یک انرژی بسیار زیر صبح خود را آغاز کردین. من میخوام در این صبح شما را با یک چیز آشنا کنم. این خریطه نشریه های محلی ختلان است. خریطه پنجشنبه روزنامه ختلان و محلی جایگیرشوی نشریه های دوری که مثلا کدام نشریه در کدام منطقه و با کدام نام فعالیت میکنه. این در آثارخانه داخل اداره روزنامه ختلان جای داده شده است که خود روزنامه این خریطه را تهیه کرده است و در درآمدگاه نصب کرده است. هر یک مهمانی که به روزنامه می‌باید حتما از این خریطه دیدن میکنه. شما هم بیاید و این خریطه را